تو هم مثل من این ریسورس پک ها رو تو اینترنت میدیدی و میگفتی پشمام اینا رو از کجا میارن؟ ولی نگران نباش، من 2 تا از بهتریناشو پیدا کردم، گلچین کردم، براتون آوردم. بریم سراغ ویدیو. خب خوش اومدید به تکسچر پک اول که به تنهایی به نظر من همه چیو داره. یعنی هم شیدر داره، هم تکسچرها خوشگله، همه چی. یعنی مابا عوض شده. بریم فقط بهتون نشون بدم الان. خب اول کار از درتاش شروع کنیم که خدایی خوشگل شده. یعنی این درت به نظرم بهتر از درت عادی ماینکرافت بدراکه. خب هم خوشگله هم کارتونیه. کلا همه چیز یه جور کارتونیه. مثلا همین مرغ یه دقیقه نگاه کن برادر عزیز. حالا این زیاد به استثنا کارتونی نشده، ولی مثلا ویلیجرها کامل کارتونی شدن، خیلی هم باحاله. خب آره اینا همش کارتونی و اینا. چوبا تغییر کرده که توش هم بهتون نشون بدم. آره اینجوری شده. اینم استونه. خب از خوشگلی‌های اوورورد این ریسورس پک که بگذریم. ریسورس پک میگن تکسچر پک یکیه دیگه دوتاشم. خب وقتشه بریم ندر. وقتشه بریم ندر. بریم ندر ببینیم چه خبره. این شما و اینم ندر. میتونستیم اسمان خوشگل تری داشته باشیم حداقل برای ویدیو، ولی آقای ماینکرافت لطف نکردن این حقو در حق ما کنن. اشکال نداره. خب تو ندرش هم چیز خاصی نیست. سلطندا همه چیز شده، کارتونی شده و اینا. من دوست دارم لاوا شو اینا. بریم ببینیم لاوا چجوری شده. لاوا شبیه سوپ شده. خب پرتقال واقعا دیگه لاوا نه. بس دیگه ندر. بریم اوورورد. چند تا نکته رو بهتون بگم، بقیه ندرم خودتون برید نگاه میکنید دیگه. خدافظ. خلاصه اگه میخواید یه تجربه باحال از ماینکرافت داشته باشید، میتونید این ریسورس پک رو دانلود کنید. خیلی هم خفن و باحاله و این چیزا. کرم شپتاپ هم داره تازه. برای اکثر گوشی هم اوکیه. خب یعنی چیزی نیست که اونقدر سنگین نیست که بگیم نمیکشه. پیسی من داره میسوزه به خاطر اینه که به خاطر سید چانکا رو خیلی بردم بالا. آره وگرنه اوکیه ریسورس پکش. میتونید دانلود کنید و لذت ببرید. لینکش هم آخر ویدیو میذارم. خوش اومدید به ریسورس پک دوم و مورد علاقه من. ببینید این ریسورس پک رو اگه میخواید گوشیتون بسوزه بریزید. خب چون کامپیوتر من که داره میسوزه اینجا. این که از این. خب ببین این همونه، فقط ورژن خیلی گرافیک بالاش. انقدی این ریسورس پک خوشگله اصلا نمیخوام حرف بزنم، فقط میخوام بهتون نشون بدم آروم آروم. نه نشون بدم منظورم یعنی که ریسورس پک کن آروم آروم بهتون نشون بدم به شما. خب درتاش که همونه، فقط گرافیکش رفته بالا و سه‌بعدی تر شده. میبینید چقدر باله همه چی اینجا. واه. خب این از چوباش که واقعا سه‌بعدی نشده. خب استون درش در قبلی یادتون چقدر زشت بود، ولی در این نگاه سه‌بعدی خفن. آره اینم از آبشه که آبش فقط 3 تا گوشی میسوزونه خودش. خب یعنی نگاه این آفتابی که داره میزنه به آب و اون مهی که اینجاست خودش 3-4 تا گوشیه. خب یعنی اصلا سمت این ریسورس پک نرید. خب نگاه کنید فقط. من که میذارم براتون، ولی مسئولیتش با خودتونه. به پیاره. شبیه کارتونایی که هم ماینکرافت میسازن احساس میکنم. نگاه کن قشنگ همه چی خوشگله. اینم از ویلیجرها یکم چش و ابروشون تغییر کرده. اونم شاید نکرده، من دارم توهم میزنم. خب همه این زیبایی‌ها که بگذاریم، خب همه چی فقط به این صحنه نگاه کنید. من هیچی نمیگم. خب زیبایی رو میبینید شما، اصلا کاری ندارم. حالا توش هم نرفتیم و توش بریم دیوانه میشیم همگی با هم. اینجا دیوانه ایم. من دیوانه. سه‌بعدی و نگاه سه‌بعدی بوده. خب مسخره بازی بسته، بریم واقعا تو ندر ببینیم چه خبره. وای خوشگلی و نگاه. با اینکه پیسیم داره میسوزه ولی راضیم خدایی. بریم تو ندر. ورود کن. ورود کرد. نه ندرش خدایی اونقدری که جب دادم خوشگل نیست، ولی پورتالش خوشگله عوضش. کوئی چیزا هم داره میره توش از همه جا. خب پورتالش خوشگله. یکم آتیشیناش باحال شده. نورش به آتیش نگاه میکنی بقیه تصویر سیاه میشه. چه باحال. نمیدونستم اینو. خب این ندرک ها یه ذره تغییر کرد و این بقیهش مثل ریسورس پک قبلی دیگه، فقط گرافیکش بهتر شده. بریم لاوا رو ببینیم. ما تشخیصمون بر اساس لاواه. چقدر باحال به نور نگاه میکنی چیز میشه، عوض میشه همه جا. اما من گیر کردم. خب لاواش که آب پرتقال نیست دیگه.
چرا یکم هستا الان املت شده، یکم انگار با کیفیت تر از قبلیه شده. آب پرتقال با کیفیتی علاوه. خب این از این. بقیه چیزش هم آنچنان تغییر خاصی نکرده. آره زیاد مهم نیستش. ببین حالا که ندر اومدیم بیرون، یعنی میتونم بشینم ساعتها همینجوری به صفحه مانیتورم زل بزنم، بعدش این آفتابه رو نگاه کنم. خب اینقدر قشنگه. آره دیگه اینم از ریسورس پک دوم. خب شما اولیه رو بریزید به نیت این بازی کنید. خب یعنی من خودم میخوام این کارو کنم چون صدای سیستم هم داره در میاد، یه فناش داره عین هواپیما کار میکنه. بعدش این ریسورس پک ها به همین راحتی گیر نمیاد که باید پارتی داشته باشی، بعد چند تا بوست بدی به این سایت و اون سایت. خب ولی شما لازم نیست این کار رو بکنید. من اینا رو دوتاش هم تو کانال تلگرامم میذارم، لینکش هم تو دیسکریپشن هست، هم رو صفحه میاد. برید چیز کنید، لذت ببرید.